حضرت شیخ سعدی رحمت الله علیه سعدی شیرازی که یکی از اولیاء، یکی از شاعر، یکی از بزرگانی هست که در ادبیات مردم فارس تاجیک سالهای عصرهای عصر آمده ایستاده است. حضرت شیخ سعدی مصلح الدین سعدی شیرازی میگفت که در باب زنی خوبی فرمانبری پارسا، کند مردی درویش را پادشاه. حضرت شیخ سعدی میگه زنی خوبی فرمانبری پارسا، کند مردی درویش را پادشاه. برو 5 نوبت بزن بردرد، که یاری موافق بود بردرد. 5 وقت نماز در جماعت به مسجد بره بخوان، وقتی که خدا به یاری موافق زن خوبی مسلمان صالحی پاک نصیبت کنه. برو 5 نوبت بزن بردرد، که یاری موافق بود در برد. همه روز اگر غم خوری غم مدار، چو غم گسارت بود در کنار. کی را خانه آباد هم خواب دوست، خدا را به رحمت نظر سوی اوست. حضرت شیخ سعدی میگن کدام مردی را که خانه خوب داشته باشد، کدام مردی که در خانهش معاشرت زندگی خوب داشته باشد، کدام مردی که با همراهی همسرش یک زندگی با محبت و عاشقانه داشته باشد، همسرش دوست بدارد، همسرش او را هم دوست بدارد. کی را خانه آباد هم خواب دوست، هم خوابه اون مرد دوست باشه و شوهر دوست بدارد. شیخ سعدی چی میگه؟ خدا را به رحمت نظر سوی اوست. خدا به نظر رحمت به همون عائله میکند که زن و شوهر زندگیشون به عشق و محبت و دوستداری یکدیگر میگذرونند. شوهر زن دوست میداره احترام میکند، زن هم شوهرش دوست میدارد احترام میکند، خدمتی او میکند، خودش از مردهای نامحرم میپوشاند، با ستر حجاب است، در خدمت شوهر است. اون خیل مرد نظر خدا سوی اوست.